خب برای درست کردن یه میان وعده ساده و مقوی ما چی نیاز داریم؟ به یه قاشق پر کره بادام زمینی بدون قند و شکر، یه لیوان شیر، هم خیلی بهداشتی اضافه میکنیم، دستمون میخوریم، در کره رو میبندیم، بعد میایم چیکار میکنیم؟ پودر وی ایزوله با طعم دونات دارچینی میگیری، یه اسکوپ پر میبر میزنی توش. حلفگیری باید درست باشه که بیرون نریزه. میبندیم، میای این بر یه اسکوپ مست میزنی بهش. فقط یه اسکوپ بعد اگر حس کردی که آبش کمه یا مایعاتش کمه میتونیم یه نصف لیوان بهش آب اضافه کنیم. یه نصفه یعنی کمتر از نصفه. خب اینو میبندیم. درش کجاست؟ این از درش. قشنگ میذاریم حسابی. کارش انجام بده، در کارش دخالت نمی‌کنه. یه بار دیگه روشنش میکنیم که قشنگ شیکش کنه. فکر میکنم که دیگه شیک شده. لیوانمون رو میاریم. یه لیوان خیلی خوشگل داشتم، نارنجی کو اینجاست. این از لیوان خوشگله که همرنگ خود این هست. درش رو باز میکنیم. لذت رو ببین. خب بخوریم ببینیم چیه. عالیه. به به به. آخه عالیه. خداحافظ.